محمد مراد و اهل اولیای آنها از دهه زرکوران دهات به نام میرزوعلی ویسف ناحیه واسه طبق دستور جماعت دهات قطعه زمین نزد اولگیشان را عاقلانه و ثمراناک استفاده می‌نمایند. از این زمین همه ساله 3 تا 4 حاصل به دست آورده نیاز به بازار ندارند. ای بازار ما نمیخریم، ای چی خودمون استفاده میبریم. محصولات خودتون محصولات خودمون استفاده. در این قطعه زمین که مساحت 4 سوتیخ را تشکیل داده است، در یک وقت کارتوشکا، پومیدور و پولیزی ها کش نمودند. هفته گذشته حاصل کارتوشکا را جمع‌آوری کردند. بادرینگ و این کبودی ها را همه روزه جمع‌آوری می‌نمایند. روزهای نزدیک پومیدور پخته می‌رسد. بعد وقتی که کارتوشکا را شنوندیم، یک جویک پر در امی جویکو پومیدور شنوندیم. دو حاصل میگیریم، دو تا. هم کارتوشکا هم پومیدور کردیم. انا در مابینای پومیدور با بادرینگ شنونده گیم. اینا بادرینگ حاضر استفاده برده استیم. بعد با بویمجان از قلمفری، شیرینک است، تیزک است. در سمت حاصل خیز نمودن خاک، عمک محمد با مصلحت متخصصان در زمین تدبیرهای سری وقتی را عملی نموده است. علاوه بر این از تجربه پیشقدم استفاده کرده است. برای نشونمای نیال‌های پومیدور در قطار دیگر مینرال‌ها نوگانی تازه، عجیب و نتیجه خوب داده است. اینان است که او از شیر گاو هم استفاده کرده است. 1 لیتر شیر 10 لیتر آب قطی، اپارات قطی با میزدیم. بعد خفاوه قطی، خفکی پشک که فرمتی در زمین ما او را استفاده در اینجا میبریم. میزنیم شکرک گم میکنه، چی کسلیوی چی هم باشه با برگ خیلی ورانکه میشه، پهمش میکنه، سوزش میکنه. شیر امی قوت نوکشه زیاد میکرد دسته. در گوشه دیگری قطعه زمینی نزد حولگی انارباغ پرورش می‌یابد. نیال‌ها در حالت خوب قرار داشته، حاصل آن هم در حال قناعت بخش قرار دارند. در این سمت هم استفاده تجربه محمد از منفعت خالی نیست. محمد میگوید که از همین باغ همه ساله به مقدار تا 1 تن انار شیرین دانه جمع‌آوری می‌نماید. انار روز که وقتی که امی چنی امی اولیچه شدن گرفت، امو سرکی پیش نیمهش یک چوبه گرفته تازه کردن در کار. امو پشمکایی که درونده هست ریزوندن در کار که همجا پشک جا نگیره، تخم نگذارد. تخم نگذارد. اگر جا گرفت کیرم پیدا میشه. شما همین تجربه شما نتیجه خوب داد؟ نتیجه سوز داد. همین تازه کردگی را اهمیت میتی کلان میشه و میسته. اوی که دست که اگین استیم او میپوسه خود میغلطه. در این اویله مهنت باعث سرجمی و مستحکمی اویله گشته است. در دهه نزدیک به خانه آنها این باغ محصول مهنتی بابای جورقل سروری اویله می باشد. 120 دانه درختان زردالو، بادام، گیلاس و سیب که امروز به ثمر رسیدند با زحمت این موی سفید شنانیده شده پرورش یافتند. بابای جورقل 90 ساله است. در این سن و سال میگوید که اگر بیکار و بی‌پروا گردد کسل می شود. او راحتش را در مهنت دیده است. همین سلامتم همراه ما را گشته نمیتونه. ما ای ساری بامداد میخونم میام کتمانم میگیریم کار میکنیم نم باغ مالامال میگیریم نه ساعتای 10 چای خور میرم با میام عبید میکنیم با خواب میکنیم با عصر با میام کار میکنیم باغ نمیبرم اینجا نمیرم میره کار کرده مینت حلال گوته خورده استفاده بوده استادیم. این اویله نه تنها در زمین نزد حولگی همچنین با دستور جماعت دهات در کارهای جمعیتی برای رشد محل فعالانه اشتراک دارند. با زحمت آنها در شفت این قطعه شهر چنین گلهای آرایشی و درختان سویافکن شناخته شدند که طبع هر راهگذر را شاد می‌گردانند. این روزها اعضایان اویله برای زمستان گذرانی در پی ذخیره نمودن موادهای غذایی میباشند. از محصولات‌های باغ و حاصل زمینی نزد حولگیشان با تیار نمودن شربت و نوشابه‌های از لحاظ اکولوژی تازه مشغول هستند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.